جنازه غایب اصلش در صحیح هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که امروز برادر نجاشی از دنیا گذشت. گفتند نجاشی پادشاهی حبشه بود و او نصرانی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را وصیت کردند که به کشور او هجرت کند، چون در کشور او اگرچه او نصرانی هست مسلمان ها ظلم کرده نمی شدند. گفتم به نزد او روید، او آدمی عادل است، کسی در نزد او نه فقط مسلمان ها، کسی در نزد او ظلم کرده نمی شد. بله این خیل پادشاه ها و این خیل دولت ها هستند و بودند که اگرچه مسلمان نبود ظلم نمی کرد به خلق، حق خلق نمی خورد. بنابراین پادشاهاش در متروها می گردد و در تاکسی ها می شیند و در اتوبوس های کوچه می گردد. برای چی؟ برای اینکه از هیچ کس ترسی ندارد و خلق هم به آنها ضرری نمی رساند، حاجتی به محافظ ندارد. برای چی؟ برای اینکه عادل است، همه دوست می دارد آخر. بنابراین گفتم به نزدش روید و او ظلم نمی کند. و وقتی که صحابه ها رفتند و قریش نماینده های خود را می فرستند، عمرو بن العاص رضی الله عنه را فرستاندن. عمرو بن العاص اون وقت مشرک بود. رفته می گفت که اینا آدمای خوب نیستن، اینا افراطی هستن، اینها از حد گذرانیدگی هستن، اینا در حق عیسی علیه السلام هم سخنهای بد میگن. خلاصه تنقید میکرد تا اینکه استرداد کند، به وطن برگرداند و هدیه ها میداد، یعنی پاره حساب میشد، رشوه میداد تا اینکه دهد و نمیداد. لیکن وقتی که با مسلمان ها هم صحبت شد و آنها قرائت قرآن کردن، در یکی از صحبت ها گفتیم که سوره کهف خواند. گفتیم نه سوره کهف، سوره مریم خوانده بود، ولیکن ابتدایش کف ها یا عین شروع میشد. ما خطااً گفتیم سوره کهف را جعفر خواند، نه سوره کهف، سوره مریم بعد سوره کهف. سوره کهف می آید بعد سوره کهف سوره مریم می آید که ابتدایش کف ها یا عین شروع میشد. اینجا غلطاً ما گفتیم که سوره کهف گفتیم، نه سوره کهف، سوره مریم بل ابتدایش کف ها. و بعضی علما نامهای سوره ها را با ابتدای سوره هم نامگیری میکرده. مثلا سوره ملک اجازت هست که گوید که سوره تبارک، چون که ابتدایش با کلمه تبارک الذی شروع شد. و اینچون سوره فاتحه سوره الحمد میگوییم، الحمد خواندی میگوییم، یعنی اولین کلمه‌ش میگوییم. بنابراین کف گفتن ممکن یعنی سوره مریم، یعنی نظراً به ابتدای آیتش. خلاصه وقتی که از قرآن قرائت کردند گریه کرد، گفت که قسم به نام الله آن چیزی که تلاوت کرد مثل همین عصای من راست است، یعنی یگان جای دروغ ندارد. آیه عیسی هم سخنی راست گفت. خلاصه وقتی که با مسلمان ها هم صحبت می شود، آیات های قرآن می شنود، اسلام قبول می کند و قبول اسلامش مخفی می ماند. اسلام خود را آشکارا نمی کند، برای اون که وی شاه بود و سیاست همه خیل چیز است، گاه ها انسان اسلام خودش نمیتواند آشکار کند. بنابراین هرقل هم نتوانست اسلام خود را آشکار کند. میگفت که قسم به نام الله اگر آن چیزی که تو گفتی راست باشد، به نماینده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، او گفت همین موضع دو قدمی مرا صاحب میشد، یعنی اروپا را هم میگیرد. و بعد از آن گفت که قسم به نام الله اگر من در نزدش میشدم لغسلت عن قدمی، دو پای او را میشستم. گفت هرقل شاهی روم، یعنی امپراتور، گفت که قسم به نام الله اگر من واخوریش را دوست می‌دارم، اگر امکانیتی واخوردم پیدا کنم لغسلت عن قدمی، دو پای او را میشم.
پای محمد صلی الله علیه و سلم را میشویم گفت. و وقتی که با یار و نزدیکانش، آنهایی که علم داشتند، با آنها مصلحت کرد، چون که آنها در کتاب میخواندند، اونها منتظری پیغمبر آخر الزمان بودن که کی می برآید و پیروی کنیم، کی می برآید و اطاعت کنیم، هم صحبت و هم به هم نشینیش مشرف شویم. چون که کسی که صحابه شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید و ایمان آورد و مرتبه صحابه رسید. در حق آنها الله تعالی ثناهای زیاد در قرآن گفت. خلاصه ابن عباس میگه فکان هذا آخر شأن هرقل، یعنی هرقل آیا اسلام آورد نه آورد کسی نمیداند. بنابراین امام بخاری در آخرین حدیث کتاب ایمان، کتاب بدء الوحی نازل کردن، ابتداش با انما الاعمال بالنیات بود. عملها وابسته بر نیت است، انسان از نیتش اعتبار است، عملش قلب اعتبار است آوردن و با حدیث هرقل با آخر رساندن. سخن ابن عباس آوردن آخرین جمله میگه و کان هذا آخر شأن هرقل، این آخرین شأن هرقل بود. یعنی امر هرقل، آینده هرقل جنتی هست یا دوزخی هست، وابسته به نیتش هست. یعنی اگر رفت و او اسلام رو پنهانی قبول کرده باشد، یعنی پیش از وفاتش کلمه گردانده باشد، یا که پنهانی در داخل یک خانه کلمه گردانده باشد، مسلمان شده باشد در همون وقت، لیکن از ترس اینکه او را به قتل میرسانند، او که یک شخص مشهور بود، از اسلام قبول کردنش خوف ترسید، اگر رفت و در قرارت قلبش مسلمان شده باشد و به مردم نگفته باشد، او اهل جنت است. بنابراین گفتن که فکان هذا آخر شأن هرقل. نجاشی هم همین گونه بود. نجاشی هم اسلامش ظاهر نکرد، بنابراین مردم حبشه نجاشی را طبق دستور نصرانیت دفن کردند. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم از طریق وحی، از طریق آسمان خبر داده شدند که نجاشی اسلام قبول کرده است. بنابراین امروز برادر شما نجاشی از دنیا گذشت گفتن، چون که این علامتی پیغمبریشان بود. در اون زمان نه تلفن بود و نه اینترنت بود، نمیتونستن در عین روزش خبری مرگش تیم. نه النبی صلی الله علیه و سلم النجاشی یوم الذی مات، پیامبر صلی الله علیه و سلم خبری مرگ نجاشی را دادن روزی که وفات کرد. در حبشه وفات کرد، همون روز پیامبر صلی الله علیه و سلم نجاشی برادر شما وفات کرد، برای گفتن برای وی نماز جنازه خوانیم. پس برای او 3 صف شده نماز جنازه خواندیم. راوی میگه که من در صف سوم و در صف یکم بودم. یعنی که به نجاشی نماز جنازه غایبانه خواندن. خب این حدیث اصل است برای خواندن نماز جنازه به شخص غایب. این شخص نیست ولی جنازه میخوانیم. خب از این حدیث علما چند برداشت کردن. بعضی ها گفتن که مطلقا به یک شخصی که در دیگر کشور است نماز جنازه خوانده میشد، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندن. و بعضی ها گفتن که نه، فقط به شخصانی که مثل نجاشی آدمی با آبرو باشد، آدمی خدمتگار اسلام باشد، خدمتگاری مسلمان ها باشد، مانند علما، مانند شخصیت هایی که فایدهش به مسلمان های زیاد رسیده است و در دیگر کشور وفات کرده است، برایش نماز جنازه خواندن ممکن است گفتن. یعنی نجاشی یک مسلمان عامی و عادی نبود، اون مسلمانی بود که به مسلمان ها به اسلام خدمت کرد. حتی عمرو بن العاص همون صحابه‌ای که برای استرداد مخالفین رفته بود، میگن که صحابیون اسلم علی ید تابعی. این یک صحابی است که در دست تابعین مسلمان شده است. نجاشی صحابه نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندید، لیکن تابعین حساب میشد برای اینکه صحابه ها را دید. یعنی جعفر و چند صحابه هایی که از مکه هجرت کردن اونا را دیده بود، اون تابعین حساب میشد. عمرو بن العاص در دست تابعین صحابه شد. صحابی که در دست تابعی مسلمان شد. یعنی اولین اسلام به قلب عمرو بن العاص از کجا در آمد؟ از گریه های نجاشی و از سخن های نجاشی در آمد. بعد عمرو بن العاص آمده مسلمان شد. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم به نجاشی نماز گذاشتن. ببینید اکو بعضی علما گفتن که نه، ما فقط به شخص جنازه میخوانیم که او در یک کشوری گذشته است که به او جنازه نکردند. یعنی این گونه برداشت کردن. حضرت
نجاشی به جنازه رفتن، یعنی جنازه با دستور اسلام و طبق آیین مسلمانی دفن نشد. برای چی؟ برای اینکه اسلامش آشکارا نبود، اسلامش مردم نمی‌دونست، گویا که مردمش فکر میکردن که این نصرانی است، بنابراین طبق آیین نصرانیگی دفن کردن. اما جبریل آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد که نجاشی مسلمان است و وفات کرد. بنابراین وقتی که مسافرها آمدند از حبشه، پرسان شدند که روز کی وفات کرد. عیناً همون روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نجاشی نماز خوانده بودند و خبری مرگش را داده بودند، همون روز وفات کرد. که این دلالت و معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم میکند که در زمانی که نه اینترنت است و نه تلفن، خبری مرگ یک شخص را از دیگر کشور ایستاده گفتند و باز برای او نماز جنازه خواندند. والله تعالی اعلم.